سلام رفقای خفن، خوش اومد به یه ویدیو خفن دیگه از کانال خودتون. امروز یه موضوع داریم که اسمش یکم ترسناکه ولی خود کارش خیلی راحت و باحاله. میخوام یاد بگیریم چطوری با پارالل فور ایچ کار کنیم و برنامه‌مون رو 1000 برابر سریعتر کنیم. البته 1000 برابر خب شعاره، به نسبت قوی بودن سی پی یو و سخت افزار سیستمتون، نرم افزارتون هم سریعتر میشه. آماده ای؟ بزن بریم. ببین وقتی یه کار رو کامپیوتر انجام میده معمولا خط به خط پیش میره، یعنی صبر میکنه یه کار تموم شه بعد بره سراغ بعدی. اما خب ما آدما که اینطور نیستیم. مثلا وقتی داری قهوه درست میکنی همزمان داری شیر گرم میکنی، نون توست میکنی، آهنگ گوش میدی یا حتی با رفیق چت میکنی. پس چرا کامپیوتر نتونه؟ اینجاست که پردازش موازی یا پارالل پروگرامینگ وارد میشه. توی ویدیو قبلی ما در رابطه با parallel.4 صحبت کردیم. حالا توی این ویدیو میخوایم در رابطه با فوریچ صحبت کنیم. parallel.4 یعنی یا یه لیست از کارا داریم چند تاشون رو همزمان انجام بده، یعنی به جای اینکه یکی یکی کارا رو تموم کنی چند تاشون رو با هم انجام بده یا چند تاشون با هم انجام بشه. نتیجهش چیه؟ یه سرعت خیلی بالا که اپلیکیشنمون بهش دست پیدا میکنه. خب یه مثال عملی در رابطه باش بزنیم. به عنوان مثال من یک لیستی از نوع استرینگ تعریف میکنم، اسمش رو میذارم names، اینو مساوی قرارش میدم، حالا با در واقع نیوش میکنم. خب بعد میام مقدار دهیش میکنم. اینجا یه سری اسم حالا اینجا میذارم علی، رضا، محمد و حسین. دیگه بیشتر از این نیازی نداریم بهش. خب میام چیکار میکنم؟ با استفاده از parallel for each میندازمش توی حلقه این نیمزم رو. از کلاس parallel dot for each استفاده میکنم. دو تا پارامتر هم میگیره. پارامتر اولی میگه لیست رو بده که لیست من نیمزه. پارامتر بعدی میگه تو کدوم، هر کدوم از این آیتم رو تو چی قرار بدم؟ میگم تو نیم قرارش بده. اوکی. حالا تو بادیش میگم که چه عملیاتی انجام بده. کار خاصی من نمیخوام بکنم، میخوام در واقع چاپش کنم فقط. و اینکه بیام بفهمم که کدوم تردم داره این کار رو انجام میده. واسه از کلاس تاسک ترد آیدی، واسه از کلاس تاسک داد در واقع اینجا کارنت ترد. متوجه میشم که کدوم تردم داره این کار رو انجام میده. پروژم رو اگر رام بگیرم میبینید که اول میگه هلو حسین ترد آیدی ترد 16 داره این کار رو انجام میده، برای رضا ترد 12، برای علی ترد 13 و برای محمد ترد 14. خب اینجا چی کار کردیم؟ دقیقاً بیایم خط به خط ببینیم که چه اتفاقی افتاد. یه لیست از اسم ساختیم اول با parallel for each. این اسما با parallel for each گفتیم این اسما رو بده، هر کدوم بده به یه ترد، یه مسیر جداگونه تا چاپش کنه اینو. خب تسک ترد آیدی هم به همون میگه هر کار رو کدوم ترد داره انجام میده. راستی اگه دوست داری مباحث جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر سی شارپ یاد بگیری حتما یه سر به پلیلیست آموزش متوسط سی شارپ بزن. کلی نکته خفن اونجا برات آماده کردم، لینکش هم توی توضیحات گذاشتم، بالای صفحه هم داری می‌بینیش احتمالاً. parallel for each عالیه برای وقتی که تعداد کارها زیاده، مثلا پردازش 10,000 تا عکس یا کارهات خیلی به هم وابسته نیستن، مثلا نیازی ندارن پشت سر هم انجام بشن، یا منابع سیستمت قویه، سی پی یو خوبی داشته باشی. ولی مراقب باش اگه کارات به هم وابسته باشه یا ترتیب مهم باشه parallel for each ممکنه بهت آسیب بزنه. حواست باشه همزمانی یا ریس کاندیشن پیش نیاد. خلاصه parallel for each سرعت رو زیاد میکنه، عالیه برای کارهای زیاد و مستقل، ولی باید بدونی کجا درست ازش استفاده کنی.
خب رفیق، امیدوارم دیگه بعد این ویدیو وقتی اسم پارالل فور ایچ میاد ذوق کنی، چون باعث میشه عملکرد برنامه‌ت بهتر بشه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما یه لایک بزن که حال دلمون خوب بشه. حتما سابسکرایب یادت نره، چون کلی آموزش باحال‌تر تو راهه. تا ویدیو بعدی دمت گرم و خداحافظ.